السلام علیکم داملا مهربان. اولا از درگاه الهی خواهان آنم که عمر شما دراز بادا و در زندگی هاتان بردباری ها تمنا دارم. کاش و مثل شما شخصان خاکسار بسیار می بود. و در آخر یک سوال دارم: آیا در قد کوچه ها و گذرها نشستن زن و دختران شرط و درست است از نقطه نظر دین اسلام؟ و فکر من نه. و من مشاهده میکنم که در محله ما شام میگذرد، آنها تا حال پروا ندارند. خواهش دارم با سوال من پرره جواب گردانید. و در آخر از شما تشکر میگویم. داملای عزیز، با احترام، یک مخلصی دائمی شما. البته اینجا محلش هم ذکر کرده است، شرط نیست محلش، لیکن در همه محله ها این گونه زنهای در قد راه می نشستگی وجود دارد. خوب می شود که اگر در بین ما این گونه مثال موی سفیدهای بغیرت باشد یا این گونه جوانهای بغیرت باشد که راستی اونها در راه شود و چگونه که پیغمبر خدا میگوید اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اگر کدام از شما، گفت از پیغمبر خدا، یک کار نادرست میبینید، و همه ما و شما کتاب دارد، شما باید که با دست هاتون تغییر دهید. یعنی اگر زنت که باشد رفته از دستش بگیر بگو خانه درو بگو. یا اگر در خانه تو مثال بالای دسترخوان و شیشه های عرق اگر پهن کرده باشند، رسول اکرم میگه اونها را با دست گرفته بیرون خانه پرتاب. یعنی با دستان تغییر دهید وقتی منکرات میبینید، وقتی کارهای نادرست میبینید. لیکن وقتی که این قدرت نداشته باشین، یعنی امروز ما قدرتی را نداریم که اون زن از دستش گرفته و در خانهش پیش کنیم، رسول اکرم گفتن فبلیسانه، با زبانتان شما با اونها صحبت کنید. یعنی راستی اونها در رفته گویید مادری عزیز شام شد، آخی عصر شد، وقتی نماز است را خداوند برای این فرستاد که بندگی او را به جا بیاری. رو نماز تخوان، رو فرزند تربیه کن، رو خانه تا مثال یک تازه و پاکیزه کن. رسول اکرم گفتن با زبانهاتون با اونها سخن گویید. اگر با زبانهاتون هم نتوانستید، با دلتون اونها را بد بینید، لیکن این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. گفتن یا با دست یا با زبان باید که یک تغییرات در اون معرکه شما درارید. برای همین کدام در کدام محله هست اگر همچنان پیشواها باشد یا این گونه موی سفیدهای بغیرت باشد، بسیارتر این کار موی سفیدهاست. موی سفیدها میتوانند که این کارها را انجام دهند، اونها را کسی ملامت نمیکنند. که وقتی یک جوان اگر گوید او را البته ملامت میکنند. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما یک سوال داریم که جوابش بسیار ضرور است. در مسجد محله ما به جای امر معروف گپ دنیا می رود و به ضمن این عورت خود را نام می گیرند. ملا امام در آنجا نشسته سخنی نمی گوید. التماس جواب قطعی دهید تا به گوش اونها برسد. پیغمبر خدا می گوید سباب المسلم فسوق. کسی یک برادر مسلمان شد دشنام می دهد یا کسی که مثال نامگیر می کند خود شوی فاسق است. همان گروهی که این گونه رفتارهای نادرست میکنند، خودشان نام میگیرند، دشنام میدهند، اینا از گروه فاسقان به حساب میروند. مسجد در اصل جای عبادت باید باشد، جای امر معروف باشد، جای تربیه باشد. در بسیاری از مسجدها وجود دارد که فقط و فقط به گپ دنیا مشغولند. مسجدها را آشخانه ها کردگی‌اند، در داخل مسجدها جای خورد و خوراک کردگی هستند. فقط تا بیگاه فقط چه گپشون هم کار و بار هم همسایه داری و مسئله اینها را حل میکنند. در این البته امام گناهگار است. کسی که در همون مسجد پیشوا هست، همه این گناه را سببگار اساسش همون پیشوا است. همه این در پیشوا جوابگر است. باید پیشوا این گناه قوم نگذارد که مثال باید سخنهای بیهوده گویند. برای آنکه اونها سخنهای بیهوده نگویند، این امام باید که خودش دائم در بین مردم کتابخوانی کند، دائم امر معروف و نهی منکر دائم برقرار و بردوام نگه دارد تا که مسجدها از سخن دنیا خالی شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد نماز خفتن نماز قضایی بخوانی ممکن است؟ ممکن است. اگر بعد نماز خفتن قضا هم که خوانین باکی ندارد، درست است.
السلام علیکم. داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم با سوالهای زیرین من تعجیلا پاسخ دهید. نماز قضا وقت ندارد، کدام حالتی ده که میخونین خواندن گیرین؟ فقط سه حالتی که نو آفتاب برآمدن و قیام و غروب آفتاب، این همه نمازها من هستند. غیر این کدام حالتی ده حتی بین عصر و شام هم که شما نماز قضایی خوانین جایز است. فقط در مسجد نخوانین نمازهای قضاییتان، در خانه‌تان خوانین. در کتاب‌های فقه می‌آورد که اگر کسی نماز قضاییش در مسجد می‌خواند، این عین بی‌ادبی وی نشان می‌دهد، به خاطر آنکه وی به مردم آشکار می‌کند که یعنی من نماز خدا را قضا کردم، این الحال قضاییش می‌خوانم، یعنی گناهش آشکار کرده ایستاده است در بین مردم. برای همین شما می‌توانید که اما قضاییاتون در خانه‌تان خوانید، این بهتر است. حاضر وقتی کشتی غلدانه هست، در بین آدمان عقیده هست که روزهای 18 19 20 21 ماه دکبر باید غله کاشته نشود، زیرا حاصل نمیدهد. این روزها آفتاب در خانه بوده است. آیا این حقیقت یا اساس علمی دارد یا نه؟ من البته از این مسئله فهمیش ندارم. در باب کاریدن غله که در چیزلات مثال همون روزهای 18 19 20 21 گویا که آفتاب در خانهش باشد، لیکن این من سوال کردم خیلی از یک آدمی معتبر، یک آدمی که دایر به همه این کارها هست، که گیاهشناس است، و گفت این یگان اساس علمی ندارد. گفت در یکی از مسجدها، انیخترش در مسجد یکی از قشلاق‌های حدود دهنه، روز 18 دکبر روز چله گویان شب نشینی تشکیل نمودند. هر یک عضو مسجد 5 سامانی جمع کرده معرکه خراخوری گذرانیدند. در داخل مسجد امامشان پیشکار بوده است. حالی این گونه امام و قوم آن چه گونه خواهد بود؟ این الحال گفتین امام ها در داخل مسجد ها خیر احسان مثال خدایا تشکیل میکنن که چله در آمده است. ببین در اسلام آیا چله را پیشواز گرفتن یگان خبر آمدگی هست؟ و چله می دراید نمی دراید؟ مثال با جمع کردن 5 سامانی، این همش باور کنیم برای شکم سیری است، همه این برای نفس است. در داخل مسجد معرکه خوردن، گپ زدن. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گردانید. ما 2 نفر در یک مکتب میخوانیم که در آنجا شبانه روزی یک جا هستیم و ما نماز میخوانیم. برای ما ممکن است که جماعت کنیم؟ البته جماعت کنیم. رسول اکرم میگوید که اثنان خیر من واحد، 2 نفر بهتر است از 1 نفر. اگر شما 2 نفر هم که باشید باید که با جماعت خوانین. ان شاء الله خداوند ثواب جماعت برای شما نصیب می‌گرداند. علل خصوص به این جوانهایی که باز در کدام مکتبی که شبانه روزی باشن و میخوانن خوش به حالشون، ان شاء الله نماز همون جماعت ثوابش شما میگیرید. داملای عزیز، خدا شما را نگه دارد. شما فکر نکنید که سخنهای شما به تأثیر میماند یا اجرا نمیشود. از سخنهای شما بسیار تغییرات در جوان پسرها و جوان دخترها وجود دارد و حتی معامله مردم، طرز معرکه ها دیگرگون شده است. من یک سوال دارم، آیا شهتاز حرام است یا حلال؟ این ما یک بار گفته بودیم، شهتاز حرام است. کسی که مثال در طلب کردن شهتاز حرکت دارد، یعنی این هم یک عرف، یک جاهلیت، یک خرافات است. وقتی یک شه به محله ما و شما میآید برای گرفتن عروسش، پیش راه او را چندین جوانها پیش راهش میگیرند و از او چیکار میکنن؟ پول طلب میکنن. ببینید پول طلب میکنن، طلب کرده ایستادن. وقتی تو طلب میکنی کل المسلم علی المسلم حرام عرض و ماله، هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است میگوید پیغمبر. چیش؟ آبرویش، مالش و دمه و خونش. مال مسلمان بر مسلمان حرام است وقتی اگر طلبش میکنند. وای طلب کرده ایستاده است، این قدر پول بر من نمیدهی،
مثال ما پیش راه تر کشاده نمیکنیم. یک تله و تاراج، یک غارت کردن است. کدام شما راضی هستین؟ حالتی که همین خیلی حالت به بالاتان میآید، تا 100 سامان 50 سامان طلب میکنن. این هم یک طرز غارت است. این البته به البته حلال نیست. از کجا حلال می شود؟ حلال حالتی است که من یک آدم هدیه میتم، صدقه میتم، وای حلال است. وقتی تو از کیسه وای مجبور از دستش پولی را زده میگیری، آیا حلال میشه؟ یا مثل که شهجت می آید در ما و شما، شهجت است. با چی خاطر؟ یعنی به خاطر که یعنی شما در ساعت مثال 1 یا 2 شهر خانه ماده حاضر کنید. یک کس از طرف عروس اکو شهجت می آید، باید سر پاک کنید. تو این یک طریق تله و تاراج است. یا مثال از بالای همون ماشین ها کرپا فرار گفته و تخت زن و بلا و بتر میگن، همه اینا یک طریق غارت هستند. اینا هیچ کدامش از اسلام ما و شما نیستند. در این پول هایی که شما میدین، در هیچ کدام اینا شما ثواب نمیگیرین. از پشت این شهرتات چندین جنگ ها برپاشیدگی است. چندین جنگ ها. این دشنام کردنش حساب ندارد. در این مسئولن، همون پیشواهای محله مسئولن که همین معرکه ها را باید که وقتی که همون مهمان ها از دیگر محله می آیند، باید پیش راه آنها کشاده باشند. اینا در مسئولیت دارند.